درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار و چون همیشه من هستم مریم دولت و در خدمت شما و همکار گرامی من محمود کبیر. امروز یک موضوع داریم، موضوعی است که هر سر چند وقت ما با اون بر میخوریم، با عقب میگردیم، زیرا ریشه ها و سبب های و بعضی عامل هایی که برای ما ضرور است هنوز به قدر باید و شاید نمیدونیم. درباره معنویات و دسترخوان معنوی، معاشرت و ضرورت معاشرت، عیادت، خبرگیری، مهمان نوازی، همه اینها رو ما قرار دادیم در یک عباره جای گیر کنیم، در عباره دسترخوان معنوی. زیرا مردم ما بسیار مردم مهمان نواز است و مهمان قبول کنی به دسترخوان نمی شود. از این رو امروز ما صحبت میکنیم در اطراف این ارزش های ملی که ما داریم و از بس که بعضا می شود که ما سبب اساسی، عامل اساسی رو فراموش میکنیم و میگذاریم به چیزهای دیگر و در نتیجه زیاده روی، کارهای برزیاد، خراجات های برزیاد و غیره و خوکزای دیگر دنبالگیر می شود ما رو و بعد سوال ها پیدا میشن که چرا چنین شد. برای که ما معین کنیم که چرا چنین ها می شوند، ما باید دانیم که رسالت همین معاشرت، خبرگیری، دسترخوان کشایی چیست. درست قید کردید. البته هر یک چیز زینه های کامل شوی و انکشاف خود را دارد و از آن جمله خلق ما هم، ملت ما هم سیم احیای تاریخی آن که رفته ایستاده است و زینه به زینه کامل شده ایستاده است و از آن جمله اصطلاح نوی که پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت جمهوری تاجیکستان محترم پرزیدنت امام علی رحمان گفتند که دسترخوان معنوی کشایید. محض در گرد همین امروز صحبت ما می رود و ما می خواهیم که این خیلی یک اصطلاح مهم در زمان ما و به همان زینه‌ای که مردم ما هستند، یعنی زینه معنویات که آنها را انتظار است و در این زینه معنویات دو مراتبه در انکشاف تاریخی خود رسیدند. باز پیشوای ملت این نقطه مهم را درک کردند و سمت انکشافی ملت ما را معین کردند که هر زمانی که گوییم که واقعه حادثه و کارها از آن جمله ایدها میشن، از آن واخوری ها میشوند، فراموش نسازند بدون دسترخوان گوییم غذا، باز دسترخوان معنوی گفتند و این نشانداری آن است که ما معنویات زینه ما هست و پیش از آن که ما دسترخوان معنوی را شرح بدهیم باید اول بگوییم که معنویات چیست. بله. البته معنویات این اگر که زبان شناسان باز خوبتر میدونن، اگر عادی کرده گوییم، این حیات خود را معنی دادن است. یعنی انسان باید بداند که جسم دارد، انسان باید بداند که مناسبت های احساسی دارد، از اون چیزی که شما گفتید معاشرت و مناسبت. انسان اندیشه ها و اندیشرانی دارد، انسان یک فرهنگ دارد، فرهنگی خاص به او، به ملت او. انسان دولت و جمعیت دارد و انسان طبیعت خودش دارد و انسان تقدیر خودش دارد. قبول کردن انا همین چیزها این معنویات است، معنی دادن حیات. و معنویات از چند البته گوییم که سوال های عبارت است که گوییم که یکی از سوال هایی که در عالم معنویات میدهند این من کیستم، اطراف من کیست، من در کدام وقت زندگی میکنم، واقعیتی که مرا احاطه کرده است چیست، رسالت من چیست، من کدام مقصدها را دارم، من کدام مسئولیت ها را به دوش خود دارم. این همین سوال های خیلی بزرگی هستند که اینها رو در عالم زینه های اول انکشافی گوییم که آدم کم به این سوال ها دقت میدهند. برای همین دسترخوانی که مثلا گوییم معنوی میکشند، این نشسته در گردی همون دسترخوان معنوی. مثلا ما بسیار وقت در خارجه چون میبینیم که وقتی که ما مهمانی میشویم، ما میبینیم که اول یک
کافه میبیارن، سانیتر یگان گویم که شربت دیگر میبیارن، یگان کلچه قندهای دیگر میبیان و اگر که وقتی چی باشد به همون گویم که نهاری یا که گویم که چاشت یا که خوراکی بیگاهی مثلا دعوت میکنن. یعنی که این در آنجا مقصد اساسی این گویم که غذای معنوی گرفتن، غذای اطلاعاتی یا که دانش گرفتن وابسته از مقصدی که انسان می رود، یعنی مبادله اطلاعات کردن است. دسترخوان معنوی وقتی که ما دسترخوان معنوی میگیم، ما در اطراف آن که وقتی همراه نزدیکان، آشناها، خیشتبار، عائله خود ما میشینیم، ما باید بگوییم که سبب سرجمعی ما چیست، چرا ما جمع شدیم و این چی ربط دارد مثلا به آن حادثه واقعه و آن روز مهمی که در آن جمع میشن و هر یکی انسان مناسبتش به این واقعه و حادثه چی هست، باید چی کار کند و در مناسبت باید بداند که بهترین چیز این مثلا گذشت کردن است، در مناسبت این دیدن چیزهای باز وسیع‌تر و کلانتر هست، نه از آن که در وقت مناسبت بعضی احساسهای منفی پیدا میشن و عموما همین طور پیدا میشد دسترخوان معنوی. و البته ما میدونیم که دسترخوان غذایی را کشودن، یعنی که یک دسترخوانی که ما برای نفس میکنیم و این البته به این هم نمی شود، ما میدونیم که کسانی میکنن که دارا هستند، یعنی که از لحاظ مادی مثلا دارا هستند، با آنها میتونن که چنین دسترخوانی گویم که غذایی رو تشکیل کنند. و برای دسترخوان معنوی البته دعوت کردن یکی از آدمانی که اطلاعات خوب دارد، یکی از آدمانی که در آن مسئله گویم معلومات نقض دارد، در همون چیزی که سبب جمع شوی گویم که همون کسان شده است، آن البته چنین آدم باید اشتراک کند، چون که هر یک گروهی که تشکیل می شود و یک آدمی را دارد که در آن گروه را بشورانه یا باشورانه به سمت روانه می سازد و از این آدم وابستگی سخت دارد که و حالت دسترخوان معنوی را چطور نگه می دارد. اصلا مردم ما هنوز اون فرهنگی که مثلا در بسیار کشورهای دیگر است، فرهنگ محفل آرایی نداریم ما، یعنی انقدرش خیلی عادت نداریم و به جای محفل آرایی ما همه خیلی معرکه می آراییم و در همون معرکه ها کوشش میکنیم که تا اندازه از اون همچون محفل استفاده بریم. یک نفر وقتی به جای میرود میگه که خیر من خیش تبارا میبینم. هیچ کس وقتی که از خونهش به جای میرود به خاطر خوردن غذا نمیرود. و خصوصا که امروز ما در زمانه زندگی میکنیم که سیر پوری است، هیچ کس گرسنه نیست و آداب دسترخوان آراستن در همه موردهای ما این زمانی بود که مثلا مردم از راههای دور می اومدن و تشنه می اومدن، گرسنه می اومدن و صاحب خانه اگر که معرکه باشد، مثلا معرکه توی که همیشه آدم‌ها دعوتی می اومدن، معرکه های ماتم مثلا در عیدها، اگر که آدم‌ها از راه دور می اومدن برای اونها حتما غذا تیار میکردن که آدم گرسنه نرود، زیرا اولا این سنت است که مهمانی که از در آمد باید به وضع نگاه کنی، اگر گرسنه باشد برای یگان نمود غذا بدهی که در خانه تو راحت باشد، زیرا انسان به غذا زنده بوده نمیتواند و به غذا راحت بوده هم نمیتواند. شما نمیتواند با شخص گرسنه 3-4 ساعت صحبت کنید، زیرا که هنگامی که مغز او با مشکلات معده‌اش اندرمون است و به شما صحبت اون چیزی که موافق دل شما از گفتن نمیتونند. مردم ما هم صوفی ها و اولیاء ها نیستند که به غذا توانند ارگانیسمشون رو، جسمشون رو اونقدر آب و تاب داده توانسته باشند که توانند یک روز یا 2 روز یا 3-4 ساعت به غذا زندگی کرده توانند و آرام صحبت کرده توانند. از این رو این یک ضرورت زمانه بود و ضرورت زمانه هم میماند. مثلا اگر شما با رفیقانتون جای جمع شدن خواهید، حتما مسئله غذا مصلحت میکنه، زیرا میدونید شما اونجا 5-6 ساعت می میگید که اینجا خانه ها گرسنه میمونیم، تشنه میمونیم، با خودمون چیزی میگیریم یا جای میرویم که این غذا رو اونجا تهیه کردن ممکن باشه، جای میرویم که اونجا غذا تیار باشه، طرف خانه است مثلا آشخانه است، یک جایی که این چیز باشد. یعنی غذا باید در جای دوم باشد، همچون شرط بازی باشد، نه مقصد بازی. از این رو وقتی ما دسترخوان معنوی میگیم، شما خیلی درست قید کردید که ما در نظر باید میگیریم که چرا جمع شدیم. مثلا میگیم معرکه های چیل یا صلح، ما برای چه اونجا میرویم؟ به خاطر آنکه با اون نفری که یک عزیزش رو گم کرده است، با او در همین روز یک دلبرداری کنیم، با او نشان بدیم که تنها نیست، که ما در برش هستیم
زیرا این دوره رو پس سر کردن خیلی مشکل است. مثلا علم روانشناسی میگه برای اینکه جسم انسان، معده انسان، روان انسان عادت کند با اون که یک عزیز دل شما از براتون رفت و شما هرگز دیگر او رو نمیبینید، 5 سال وقت لازم است. به همین فکر عادت کردن. ولی اگه تصور کنید که ما چی کار میکنیم، این واقعا باید دسترخوان معنوی باشد. باید اینجا صحبت باشد از نیکی‌های اون آدم، صحبت باشد از نیکی‌های زندگی، صحبت باشد از تسلیت، از ترغیب صبر، از مهر زندگی رو در دل این آدم غمزده بیدار کردن. زیرا هنگامی که یک نفر از بر شما میرود و شما دیگه رو امکان دیدن ندارید، درد مصیبت خیلی دردی وزنین است. ولی تصور کنید حال دیگری رو، این آدم مصیبت زده است، ما به خانه او میرویم، او به جایی که در نزد ما نشیند، ما با او صحبت کنیم که یک ذره دلش تسکین یابد، او با چه اندرمان است؟ با دسترخوان آرایی اندرمان است. با اون اندرمان است که مهمانش را با چگونه ضیافت کند. یعنی اینجا دسترخوان معنوی واقعا دیگر وجود ندارد. اگر که شخص غمدار غمش رو یک طرف ماند، مرده رو مونده توتخوری، در فکر آن باشد که دسترخوانش را چگونه آرا بدهد، مهمانش را چقدر قبول کند، چگونه آنها را عزت کند و غیره و غیره و هکذا. در دسترخوان باید چیزهای زمانوی باید باشند. اصلا دسترخوان زمانوی نمی شود، دسترخوان منفعتناک می شود. در دبول دسترخوان باید چیزی گذاشته شوند که همین حالا برای غذا لازم است. که مثلا یک آدم از راه دور آمده است، تشنه است، یک پیاله چای که صحبت راحت انجام بگیرد. اگر واقعا گرسنه باشد، شاید یگان غذای اندکی که همون چی میگن گرسنگی رو ما رفع کنیم. ولی تصور کنید که در معرکه های ماتم وقتی که ضیافت داده می شود، خوراک یکم دویم آورده می شود، این در یگان قالب معنویات نمی گنجد. اونجا می تواند دسترخوان باشد، یک دسترخوان سبک باشد. معمولا در دوره پیش همه خیلی هم بود، یک دسترخوان کلان میکشیدن، اونجا بعضی چیزهای غذایی میگذاشتن که آدمایی که اونجا نشستن اگر حالت گرسنگی و تشنگی باشد، همون تشنگی و گرسنگی رو رفع کنن و صحبت کنن. درست است، درست قید کردید. البته بسیار سخن خوب گفتید که رفته آدمی که در همون حالت قرار دارد از او احوال پرسی کردن. البته ما خیلی گفتیم که وقتی که دو حالت هست که هم خرسندی و هم گویم که مصیبت، ما نزدیکان خود عیادت میریم، خبر میگیریم و در این حالت خرسندی که اگر باشد، البته مبارک باد گفتن و دسترخوانی البته گویم که هم غذایی هست و هم دسترخوان معنوی. یعنی که دسترخوان معنوی در این حالت ما میدونیم که حالت شادی میتواند که زیرکی خوشی انسان را خللدار کند و در حالت خرسندی میتواند که انسان صرف زیاد کند. بله. و همین حالت انسانی که در این وابسته است، مثلا میداند از این چیز درک دارد، میتواند که او را هشدار کند از صرف زیاد مثلا احتیاط کند، چون که خرسندی دید انسان را با واقعیت دیگر میکند و از اون جمله چیزی برعکس غم یعنی اندوه و مصیبت هم دید انسان را دیگر میکند و در حالت مثلا مصیبت هم وقتی که یکدیگر رو عیادت میکنن، خبر میگیرن، رفته احوال پرسی کرده، حالت او را فهمیده و کمک نمودن در آن از نوسازی آن بندوبست های زندگی، نبی که آن عائله یا که خاندان برقرار می سازد. چون که وقتی که از آدمان مهمتر از گویم که در زندگی آنها از بین می رود، هم مکانیزم های اقتصادی، هم مکانیزم های گویم که اجتماعی و معنوی و فرهنگی از نو می شوند. چون که شاید اون انسان عموما در ساختمان همین مکانیزم ها دست کلان داشت. برای همین وقت رفته مثلا بسیار در ملت ما بسیار خوب است که رفته پسران آنها رو کمک میکنند که به کار توغری کنند، راست کنند، کمک مالی و پولی رسانند و آنها رو تسلای دل بدهند و مانند چنین واقعه و حادثه ها با آنها نقل بکنند تا اینکه آنها تنهایی خود را حس نکنند. و عموما در این وقت کودکان بسیار اگر در آن عائله باشند بسیار آسیب پذیرند
در این حالت بسیار آنها شکستی روانی سخت میخورند و آنها رو با آغوش گرفته، چون که این صفتی گوییم که پیغمبری است و این صفت رو خود پیشوای ملت ما هم دارد که یتیم پرست، یتیم گوییم که پرورش میکند و چون این کارها را کردن و از اینها عبرت گرفتن سبب آن میشد که آنها با بیماری های گوناگونی دپریواسیا، نارسایی حس، نارسایی دقت، مهر، توجهی که شما در برنامه‌های پیشین گفته بودید از اینها تنقیصی نمیکشند و در حالت‌های گوناگون دیگر مثلا گوییم که ایدهای دیگری که هم مفهومی فرهنگی و هم اجتماعی دارند، چی مثلا ایدهای فرهنگی دینی، چی ایدهای مثلا فرهنگی ملی، در اینها هم یک چند تا حکمت هست، چند تا معنی دارند. یکی این یادآور شدن از تاریخ. در گذشته هم انسان ها زندگی میکردن بودن و اون گذشتگان ما چنین رفتارها میکردن و برای چه این کارها رو میکردن. چرا ما این کار حاضر بکنیم؟ چون که یک رابطه گوییم که ارثی، رابطه تاریخی، رابطه هست که حاضره رو با گذشته میپیوندد و گذشته این ریشه هست در ملت و این باز سبب اون میشد که آدمان مثلا روحن و جسمن دم میگیرن، آنها معنی آنها با کارهای دیگر بند میشد. عموما همین معنی ها رو، همین چیزها رو برداشتن و آنها رو مستعرضی کردن و آنها رو در بین مردم فهماندن، همه اینها سبب اون میشد که همین در برابر دسترخوانی گوییم که غذایی باز دسترخوان معنوی هم ایجاد میشد و یک صحبت هایی میشوند که هر کس کوشش میکند که در آن صحبت ها اشتراک کند، چون که ما بعضی حالات در یک صحبت هایی میزنیم که از خوردن فراموش میکنیم. چون این حالت ها هستند. بله واقعا چنین است. دیداربینی انسان برای چه دیداربینی لازم است؟ زیرا انسان به تنهایی زندگی کردن نمیتونه. انسان مخلوق عمومی است، ما را همیشه میگوییم و از این رو دیداربینی یکی از اصولهای برقرار کردن مناسبت خوب است. درست. و مناسبت خوب ما در صحبت‌های پیشتر گفته بودیم که مبادله نیروی انسانی است و ما برای چی به دیداربینی میرویم؟ چند حالت است. بعضا میگن که رفتن لازم عیب میشود، یعنی انسان خودش را قرضدار حساب میکند و این عمل را نه برای آن میکند که دل خودش میخواهد، برای آن میکند که دیگران عیب نکنند، یعنی برای جامعه میکند. اینجا صمیمیت نسبتا کم است. آدم از بعضی چیزهای که برای خودش لازم است میبره، شاید وقت زیاد ندارد، شاید درآمد پول زیاد ندارد همون وقت، ولی برای یکونجا رفتن لازم است میرود از روی اینکه خود را قرضدار حساب میکند و میگه که جامعه او را محکوم نکند، از ترس محکوم شدن از جانب جامعه ای بس رفتن لازم است، فلانچه آمده است. ولی شکل درست بهترینش آن است که ما وقتی که دلمان میخواهد برویم یک کس رو یاد کردیم، پزمان شدیم. یاد کردن یا پزمان شدن چی معنی دارد؟ یعنی نیروی من به نیروی او محتاج است که رد و بدل شود. این تشنگی است، این خواهش است، این دل ما میخواهد این چیز رو. تصور کنید اون وقت ما چخیل میرویم، قنات برآورده میرویم و استاد رودکی همین رو در نظر داشت، گفت که هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. درست. این همان چیز است. وقتی که در چنین حالت شما میروید، شما میتونید همراهتون سوغات برید و میتونه سوغات غذایی باشد و میتونه سوغات معنوی باشد، شاید کتابی باشد، شاید یک تحفه باشد، میتونید دست خالی هم روید، زیرا شما برای چیزی دیگر میروید و این تحفه های اگر همراه خودتان میبرید فقط به خاطر به شادی زم کردن است، فقط به خاطر اظهار محبت است که من تو در یاد من همیشه بودی، من جایی بودم و تو به یاد من اون لحظه رسیدی، من این رو به نام تو خریدم. بگذار این یک قطع قند است، چیزی که هر روز ما در هر کجا می‌بینیم. ولی اگر من دانم که دوست من همین نمود شکلات رو دوست می‌دارد و من برای او همین نمود شکلات رو بگذار یک پلیتکه رو همراهش برم، این نشانه محبت اولیس. باور کنید اون نفر از دیدن شکلات نه برای آن شاد می‌شود که در خانه شکلات ندارد، برای آن شاد می‌شود که شکلات رو شما آوردید، در یاد شما بود که او این شکلات رو دوست می‌دارد و اون رو تنها هم نمی‌خورد، اونجا میشکند و همراه می‌خورد. و این اون چیزی است که رسالت اساسی دیداربینی است. و اگر که همه معرکه های ما از نگاه همین رسالت صورت بگیرد، زیاده روی هم نمیشد.
زیرا چنان که شما گفته صحبت‌های میشن که مردم ساعت‌ها صحبت میکنن، غذا به یادشون نمیرسد. بعد وقتی صاحب خانه که از این معرکه معنوی دورتر از اون وظیفه خودجگی رو میدوند، وقتی طبق میبرد میگه که الان خوراک تیار شد، میگه 1 ساعت پیش بود. درست. این گونه حالت ها میشوند و بهترین حالت ها همین ها هستند. البته بسیار خوب قید کردید. پیش از اون که چنین عیادت کردن یا که در خانه اومن به نزدیکان خود نشستن، البته ما باید بدانیم که با اون کس چی لازم است. اگر دوست دارید میدونید، اگر توجه کرده باشه میدونید خواهش او چگونه است، درخواست دلش چگونه است. انا همچنین که بعضی کسانی هستند که حتی که از حساب خورسندی یا که حساب یگان مصیبت اندیشرانیش شده باشد و من رو هفتاده شده باشد یا اینکه نبیند آینده بینی گم کرده باشد، شما میدونید که یک چند وقت پس باز بیدار میشد و با اون چیز باز نیاز دارند. برای همین در حقیقت که دسترخوان معنوی که در جمعیت ما که سبب پیدایشش یک سخنرانی پرزیدنت کشور بود، آدمانی که میدانستگی و چنین دسترخوان ها تشکیل میکردگی خود به خود پیدا شدن میگیرند و آنها ضرورت پیداشوی آنها هم امروز دیده میشود و ما در حقیقت میتوانیم در اینجا یک روایتی کلاسیکان خود رو بیاریم که وقتی که بزرگان بیمار می شدند، آنها یک دیگر را عیادت می کردند و یکی گفت که فلان بزرگوار بیمار شده است و از غذاها گوناگون بگیرید و اون ببریم تا اینکه شاید در همون یکی از همون غذاها شفای او باشد. و در حقیقت وقتی که با شاگردان خود رفت و از هر غذای اندک به او دادند و اون کس بعد چند وقت شفا یافت و چون این شخص باز بیمار شد و آن بزرگواری که پیشینه بیمار شده بود و حال و صحت بود، شاگردان را گفت که می رویم عیادت بزرگوار و شما اندک از کسل او بگیرید. همین ایمی حاضره که واکسینه میکنند و بیماری سوست سیریش را ایمونیتیت مسئولیتش به قوت میکنند، آنها هم رفتن اندک گرفتن از بیماری او و اون کس شفا یافت. بینید در این حالت ما دو چیز میبینیم، یکی بردن چیزهای مادی و یک دیگر که البته انسان ضرورت دارد به اون چیزها بین میشد ولی این از حد نگذرد و بردن چیزهای معنوی، یعنی که ما تاجیکا میدونیم که میگن که زهر آدم میگیرد. بله، بهترین گفتار است. این حالت وقتی رفتن نشسته احوال اون کسا رو فهمیده، مثلا تگ دلی آنها رو مثلا گوش کرده، یک گوش کردن حتی بسنده است که زهر آن آدم بیرون شود و آن آدم شفا یابد. برای همین خوشا بر حال این ملت، خوشا بر حال این جمعیت که تا در مدت کوتاه تا دسترخوان معنوی آمده رسیده است که این خیلی روشی دور و دراز بود که سالها و عصرها میگذشتند تا اینکه مردم و ملت و خلقها به معنویات بیایند و امروز ما با سرعت به این سمت رو گرفتیم و من بار دیگر باز احسن و آفرین میگویم برای این خلق و ملت که چنین پیشوا دارند و که چنین سخنانی والا و آن سمتی که عالمان معانی، عالمان عرفان، عالمان گویم ساهای گوناگون حکمت شناسی، علمهای دقیق میدانند که این خلقی کتابدار است، این خلقی معانی است، از عالم معانی است و ایجادیات و اثرهای این خلق معنویات جهانیان رو پر میکنند و این سبب امنیت کل بشریت میشد، چون که اگر در روی زمین یک آدم معانی نباشد، آدم اهل عرفان نباشد، آن وقت حیات بر هم میخورد، چون که همین معنویات حتی یک کس است که میتواند کیهان را نگه دارد. برای همین امروز این موضوع، این برنامه‌ای که ما گفتیم، این
برنامه بود که در عین حال عین مدعاست، در زمان در وقتی آمده است که ما باز خواستیم که یک حصه خود را در تشکیل همین دسترخوان معنوی گذاریم و ملت خیش را از آن خبردار کنیم که عالم معنوی زینه شماست. بله چون این است و من میخوام یک چیز دیگر هم بگم که در تمام جهان همه ملت ها همه خلق ها اصول های گوناگونی معاشرت دیداربینی و آراستن همین دسترخوان معنوی که امروز ما این اصطلاح رو استفاده میبریم داشت. مثلا در انگلیا کلوب ها بودند و امروز هم هستند. این کلوب های بسته هم هستند که اونجا یک گروه معین آدما هر سر چند وقت جمع میشن، کدام وقتی که دلشون خواست با کلوب خودشون میآیند و اونجا صحبت میکنن. هر کس خراجات خودش رو خودش میپردازد. اونجا جایی نیست که یک کس رو ضیافت کنه. اگر کسی خواهش داشته باشد میتواند بیاد که اونجا مثلا نوشاکی و خوراکی هم تامین میشود. معمولا این در جاهای مخصوص هستند. مثلا بوزی هم هست اونجا، مشغولیت ها هستند، صحبت ها هستند و ملت ما این چیز رو خودش پیشکی راه اندازی کرده است. در همه موارد ما شکل های خودمان رو داریم، شکل های ملی خودمان رو داریم که جامعه رو به قشرها تقسیم نمیکنند. مثلا کلوب هایی که من میگم کلوب های انگلیسی اونجا در بسته است. اگر این کلوب شما باشد من اونجا در آمدن نمیتوانم و شما را دعوت کردن هم نمیتوانید. ولی در معرکه ما خوشبختانه هر کسی که در دلش مهر دارد میخواد اونجا باشد، میتواند بیاید و اونجا هم صحبتی پیدا کند. و در محفل های ما، معرکه های ما انیخترش صحبت ها یک شکل عمومی به نظام ندارند و صحبت های مردانه، صحبت های زنانه فرق دارند. یعنی دسترخوان های ما گوناگون است، زیرا طلبات روانی مردان از زنان فرق دارد. در صحبت های زنانه همه زنان برابر صحبت میکنند، کسی را گوش نمیکند و هیچ کس خلاصه هم نمیبرد. چرا؟ زیرا زنان در خانه امکان صحبت با آدمان کلانسال ندارند. محیط درون خاندان خیلی تنگ است. مادر تنها با کودکش میتواند صحبت کند و با چند اعضای درون عائله که دیگر همه موضوع ها گفته شدند، دیگر موضوع دیگر نیست. و وقتی که اینها در معرکه ها می نشینند، وقتی که مشاهده میکنید گویا هیچ کس گپ هیچ کس رو نمیشنود، ولی آنها گپ همدیگر رو میشنوند، ولی طلبات اساسیشان گفتن است، دل خالی کردن است، نقل کردن اون چیزی است که میدونن و همون تلاش ابمین است، مبادله است، مبادله افکار. زیرا مبادله افکار انسان رشد کردن نمیتواند، زنگ میزند. گرفتن اطلاعات نو است. در فرهنگ ملی ما خیلی کم است که مردم بیان بنشینن با مردهایشان، با همسرهاشون نقل کنن که امروز در جای کارشون چی بود، در بیرون چی گرفتن. هرچند در سنت ها و در حدیث ها این چیز هست که با همسرهای خودتون این چیز رو برسونید، اونها رو همراه خودتون رشد بدهید که در جای زنگ نزنند، زیرا با این زن، با این انسان شما قدم های من بعد زندگیتون رو میگذارید. اگر همراهتان برابر شما رشد کند کار شما آسان میشه. ولی معمولا مناسبت ها چنین شکل دارن که خیلی کم میشود، زیرا نه مرد نه زن برای این گونه صحبتات بعضا در بعضی حالات وقت هم ندارند. زیرا مرد خسته گرسنه میبید، برای غذا لازم است، یک دم گرفتن لازم است و این زن با همون دسترخوان آرایی خودش، با همون تامین کردن غذا شوهرش در درمون است و برای صحبت کردن شاید وقت هم ندارد و در نتیجه اون تشنگی باقی میماند. و این معرکه‌ای که مردم جمع میشوند و خوب است که در مو زنان علاهیده و مردان علاهیده می نشینند و موضوع صحبت زنانه همون موضوعی است که به خودشان مرغوب است، برای خودشان جالب است، آنها آزادانه است گپ خودشان رو گفته میشنوند. صحبت مردانه نظام دارد، یک نفر گوینده است، دیگران شنونده هستند، هر سر چند وقت گوینده ها دیگر میشن. خیلی مانند است به جلسه ها که هر کس اندیشه خودش رو میگیرد و در روند گفتنی و دیگرها اندیشه هاشون اگر پخته شود علاوه میکنن یا صدا میشن، میگن که درست است فلان مثال دیگر میارن. از این رو معرکه های ما شکل وظیفه محفل رو هم تا اندازه ادا میکند و از این ما برای همین معرکه رو ما منع کرده. در اصل این گونه ضرورت هم وجود ندارد که ما معرکه رو منع کنیم، زیرا مردم ما بسیار مردم صمیمی و احساسی است، این احساسات رو برآوردن لازم است. ولی وقتی که واقعا وقتی که صحبت گرم می شود دیگر در مهم نیست در بود دسترخوان چی است. دسترخوان رو فقط در لحظه اول آدم از در می درآیند، اونگاه نگاه به جای دیگر بند نمی شود، یک نظر به دسترخوان به چشمتون می افتد. ولی وقتی که صحبت گرم می شود شما فراموش میکنید که مثلا کدام یک غذا در نزد خودتون است، یک نفر دیگر دراز میکند، شما از دست او میگیرید، بعد که اون از دست او مثلا طبق سالاد رو گرفته چیز دیگر میبینید که اون در نزد خودتون هم بوده است.
این چی معنی دارد؟ یعنی غذا چیزی اولین درجه هرگز نبود. او چنانکه که پیشتر گفتم یکی از شرط های آراستن محفل است، ولی شرط اساسی نیست. اون باید باشد که ما یک ذره راحت باشیم، چنانکه که کرپچه باید باشد که ما نشینیم، درست است. چنانکه خانه باید باشد که از شمال و از باران و از سردی و از آفتاب امین باشیم. اما لحظه که صحبت میکنیم باید راحت باشیم. و در هر صورت ما اگر هنگامی که بعد یک چیز دیگر هم هست، محفل ها از گروه ایان هایی که در آنجا اشتراک میکنن نیز وابسته است. در محفل شاعران نشینید سخن از شعر است، در محفل عالمان نشینید سخن از علم است، در محفل بانوان خاندان نشینید سخن از پخت و پز است، مناسبت زن و شوهری است، مناسبت کودکان است. یعنی هر کجا باز موضوعهای خاصه خودشان را دارند که اونها در این رد و بدل کردن ها تجربه هم دیگر هم چیزی میگیرن، دل خالی میکنن و چیزی میگیرن و محفل اگر خوب گذرد شما از اونجا خیلی نیرو میگیرید، با طبع بولیده به خانه‌تون میرید. ولی اگر هم صحبتاتون آنهایی نباشند که شما به خاطر اون رفته باشید، اگر ناعلاج اونجا 3-4 ساعت شدنتون لازم باشه به خانه میایید، شما دیگر به خود نمیایید. رفیق نامناسب. بله بله. بعد باز یادآور میشویم که موضوع امروز ما این تفسیر شرحی دسترخوان معنوی بود و دسترخوان معنوی از چند گوییم که سمت ها از چند مفهوم ها عبارت است. این البته حیات است و ما در این سمت میدونیم که در حیات انسان البته مقصد دارد. ما میدونیم که معنویات این البته تقدیر است و ما میدونیم که در معنویات مفهوم باز امکانات هست، در معنویات البته عهده‌داری هست، در معنویات البته درک وقت هست و انا همین بعضی مفهوم هایی که ما اینها را گفتیم میتوانیم که هر یکی آن را باز جداگانه در موضوع آینده بگوییم، یا کسانی هستند که در این مسئله ها باز بلدتر هستند میتوانند شرح بدهند در رسانه های خبری، در برنامه های تلویزیونی، واسطه های اخباری عامه و البته این دسترخوان ابدی ملی ماست. بله واقعا چنین است و میخواستم یک چیز دیگر هم بر اینجا رابطه با این بگویم که مثلا ایدهای ما هم فرق ندارد کدام ایده است، این یک امکانیت است برای دیدار بینی، برای آراستن همین دسترخوان های معنوی، برای از همدیگر نیرو گرفتن به همدیگر نیرو دادن. و گمان میکنم که ملت ما ملت خیلی با فراست است، ملت خیلی با نزاکت است و هنگامی که سر این چیزها صحبت می شود قدم به قدم از اون چیزهایی که برای آنها ضرور است خودشان یک جای از برنامه، جای از صحبت، جای از یک کتاب این چیزها رو برای خودشان پیدا میکنن و ما خیلی واقعا با سرعت رشد کرده ایستادیم. اینجا هم گمان باوری دارم که رشد ما با همان سرعت هایی که امروز ما آن رو میبینیم حس میکنیم حتما سرعت خواهد گرفت. چنین بود برنامه امروزه ما در اطراف دسترخوان معنوی. دسترخوان معنوی شما همیشه آباد باشد و همیشه از صحبت همدیگر، از معاشرت همدیگر، از دیداربینی همدیگر شما سیر باشید، از اینها آن چیزهایی را بگیرید که برای شما ضرور است. با هم خوشبخت باشید، آباد باشید. تا برنامه دیگر.